سلام، خیلی خوش اومدید به پادکست امروز ما. قراره توی این سری پادکست ها در مورد این سری موضوعات داغ و ترندهایی که توی حوزه آرایش دائم توی حالا ایران یا جاهای دیگه وجود داره توی اینستاگرام صحبت بکنیم، ببینیم چجوری هست اوضاع چجوریه و چند با هم. خب خانم روشن، این هفته چی داریم برام؟ ما این هفته یه موضوعی داریم که بیشترین ترند و یه بحث داغ توی اینستاگرام در مورد شیدینگ لب و مراقبت‌های بعدش خیلی سوال داره نظر. خب در مورد مثلا یکی از موردایی که هستش در مورد این میپرسن که آیا بعد از مراقبت، یعنی یکی از موارد مراقبت بعد از شید لب آیا میتونه استفاده کردن نی باشه، یعنی نوشیدنی با نی بالا. آره من دیدم توی اینستا نیو، من یه دونه دیدم، نمی‌دونستم انقدر ترند شده چون من خیلی توی اینستاگرام نمیچرخم واقعا. ببین نی، خب مسئله چیه در مورد استفاده از نی؟ کلا مهمترین مراقبتی که ما داریم واقعیت بعد از کار شید لب اینه که اون بافت ما، زخم‌ریزی که برای ما ایجاد میشه نکنیمش، یه کاری نکنیم که زودتر اتفاق بیفته، بذاریم روی پروسه طبیعی اتفاق بیفته. حالا واقعیت اینه که ما میتونیم بگیم که بهتر مایعات رو با نی بخوریم، اما اینکه آیا همه مایعات رو باید با نی بخوریم دیگه نه، دیگه یه ذره اغراق کردن واقعیت به نظر من. مثلا خوردن نوشیدنی‌های ساده مثل آب که نه خاصیت اسیدیته داره، نه رنگ داره، نه رنگبری داره، دیگه واقعا الزامی وجود نداره. مثلا آب رو میشه با همون لیوان ساده هم خورد، فقط بهتره که بعدش اگر که خیس شده و حالا یه جور عجیبی آب خوردین که خیس شده یه کمی خشکش بکنید و بعد یه لایه از همون حالا افترکری که بهتون توصیه شده استفاده بکنید. ولی اگر که نوشیدنی که میخوایم استفاده بکنیم مثلا اسیدی هست یا اینکه خاصیت رنگبری داره یا خاصیت این رو داره که باعث بشه حالا اون برخوردی که داره با لب زیاد باشه، مثلا چی؟ مثلا آبنان، آب پرتقال، مثلا قهوه، مثلا چای پررنگ، اینا که باعث میشن که تغییر رنگ بده اون لبی که تازه روش کار شده یا انقدر اسیدیه که اون پوست رو یه ذره ممکنه اذیتش بکنه، اینها رو بهتره با نی بخوریم. وگرنه چیزی مثل آب یا حتی یه چیزای ساده‌تر مثل شیر که مشکلی که رنگ ندارن واقعا الزامی وجود نداره که با نی خورده بشه، یعنی درسته ولی دیگه نه اونقدر که بخونیم حالا انقدر بهش بال و پر بدیم و بگیم اجباریه و واجبه. دیگه چی داریم؟ یه مورد دیگه هم هست در مورد نوشیدنی‌های داغ که میگن نوشیدنی خیلی داغ رو استفاده نکنیم. نوشیدنی‌های داغ. خب ببین در مورد نوشیدنی داغ چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی که حرارت، حالا اون حرارت میتونه از یک نوشیدنی باشه، خب نوشیدنی به لب نزدیک‌تره، اما یه چیز دیگه هم که هست، هر نوع حرارتی، صرفا نوشیدنی نه، هر نوع حرارت زیادتر از حالا دمای اتاقی که به ناحیه‌ای که ما تازه روش کار انجام دادیم، حالا لب باشه، ابرو باشه، هر جا باشه، الان نمی‌دونم لب صحبت می‌کنیم، بخوره باعث میشه که یه اتفاقی بیفته که حالا کاری با اون بخش خیلی چیزش نداریم، مویرنگ‌هایی که توی لب هستن گشاد میشن در واقع، میخوایم ساده‌شو بگیم، و جریان خون خب زیادتر اونجا این اتفاق میفته و همین باعث میشه که اون زخمه یه جورایی تحریک بشه و اون فرایند ترمیم و بازسازی و پوستریزی زودتر از ما اتفاق بیفته. در نتیجه ما رنگ ریزی داریم، یعنی احتمالی که اون ناحیه هایی که برخورد داره با اون نوشیدنی داغ رنگ پذیریشون بیاد پایین خیلی زیاد میشه. یعنی حداقل باید 3 روز، حالا 3 روز تا 5 روز حداقل دیگه نوشیدنی خیلی داغ نخورم. حالا این حرارتی که میگم نمیخواد حتما فقط نوشیدنی باشه، یعنی نمیتونیم در مورد فقط چای و قهوه صحبت نمی‌کنیم. واقعا خانوما خب اکثرا شیدن با خانوما پیش ما انجام میدن، برعکس من که بیشتر راجع به شیدن آقان بر بقیه آدم‌های نرمال خانوما اینجا همه چیز عجیبه. آره مالا همه چی عجیبه. مسئله اینجاست که اون خانم خب داره غذا هم درست، مثل مراقبت دقیقا بعد از بوتاکس داره غذا هم درست میکنه، همون بخار برنج و خورش و این چیزا اون هم خودش حرارته و اون هم به لب میخوره، یعنی بهتر اون هم نخورده. سوپ هم مثلا نباید زیاد خورده بشه توی 3-4 روز اول که داغ باشه و بخوایم اذیتش بکنه. دقیقا میخواین یه لیستی داشته باشیم برای مراقبت بعد شید که بدونیم دقیقاً باید چه کاری انجام بدیم و چه کاری نباید انجام بدیم؟ آره دیگه، چرا که نه، ما که همینو داریم برای مراجعینمون میفرستیم، ما تو ویدیو هم بیایم بگیم. اولین نکته و مهمترین نکته همون پوسته شدن است. یعنی ما هر کاری که بخواد باعث بشه که اون پوست ریزیه
پوسته پوسته شدن اصلا کراسته زودتر تشکیل بشه، دیرتر تشکیل بشه، زودتر ریخته بشه، دیرتر ریخته بشه، انجام بشه، همش کار ما رو خراب میکنه. حالا یا رنگی میریزه با اون کراست، یا اینکه تغییر رنگ ما توی لب زیاد نداریم و برای این موارد بیشتر چیزی دیگه از عدم ماندگاری رنگ. خوبی لب یک مهمترین چیزش اینه که واقعا کراستای زخم رو نکنیم و هیچ کار خاصی نکنیم که آقا این زودتر بیفته یا دیرتر از تشکیل بشه. هیچی نمیخواد بزنیم. خب برای این نمیخواد کار خاصی انجام بدیم. دومین چیزی که به نظر من مثلا مهمه چی میتونه باشه؟ افتر کیک. من خیلی جاها رو دیدم که میگن فازلین بزن یا میگن که آده بزن، موپیروسین بزن، موپیروسین نه چی بود، جنتامایسین بزن. نیازی نیست اصلا وازلین که کنسله، به خاطر اینکه وازلین خودش به شدت چرب میکنه. بعد برمیدارن خب مراجعین هم خب بهش اگه توضیح ندیم من خدا نمیدونه که فکر میکنه هرچی بیشتر بزنه بهتره. باید یه پماد واقعا معطوف کننده یا حالا چرب کننده بگیم بهتره، ساده نازک بزنم، هم یک لایه بسیار نازک، مثلا خاص این پماد آره چشمی. آره چشمی مثلا ساده ترین و بهتر نشون میده. حالا من خودم چیزای دیگه میدم، بیشتر وقت من اون کرم دستمال خودم میدم، ولی دیگه راحت ترین رو دم دستنشون پماد ویتامینای چشمیه. یعنی اصلا نمیخواد وارد این مسائل. خیلی آخه این موضوع الان مد شده که بریم از تاتو شاپ‌ها افتر کیر تاتو بخریم، تاتو بخریم بدیم به مثلا مراجعین. ببین خوبه ها، اصلا قرار نیست بگیم اینا چیزای بدیه. پیشرفت کردن، تغییر دادن، از اون روتین بودن خارج شدن خیلی چیز باحالیه، ولی یه وقتایی دیگه زیادی از حد داریم مته به خشخاش می‌بریم. اما مولد ویتامینا کارو در میاره. میخوای بهترش کنی، آره میتونی افتر کیرای خود تاتو رو مخصوص پی ام یو رو بدی. میتونی حالا نوعای مختلفی کرم رای بلدی با هم ترکیب بکنی، یه کرم افتر کیر خوب بسازی. من خودم این کارو میکنم و حتما به مراجعه کننده‌مون تاکید میکنیم که یک لایه بسیار نازک از این پماد روی لبش بزنی، یعنی نره وازلین رو برداره بمونه، چون باعث میشه که پوست نتونه تنفس بکنه. پوستی که تنفس نکنه دیگه اون اتفاقا و برخورد با مولکول‌های هوا و ریختن کراست و اینا همش توش دیرتر اتفاق میفته. یعنی اتفاقی که قرار بود یک هفته بیفته برای این آدم میشه 2 هفته. انقدر که براش دیگه چرب کرده از اون ور اون حالا افتاد. دیگه چی هست؟ مثلا در مورد استفاده نکردن از سیگار. آره دقیقاً سیگار و قلیون که کلا دیگه حداقل 5 الی 1 هفته، 5 روز الی 1 هفته واقعا کنسله. سیگار و قلیون دقیقاً توی فیلر رد هم که میزنیم همینه. اون حرارته، خب چه قلیون چه سیگار، اون دوده و حرارته مخصوصا توی سیگار که البته من سیگاری نیستم ولی میدونم که یه حرارتی واقعا ایجاد میشه، اطلاع ندارم، ولی اون دودی که حالا داره هر دوی حالا این چیزها باعث میشه که ما هم تغییر رنگ را داشته باشیم. این تنها آیتمی که 2 تا آیتم هست که باعث ممکنه بشه ما تغییر رنگ بدیم، مهمترینش هم سیگار و قلیونه. وگرنه واقعا تغییر رنگ احتمالش توی لب خیلی کمه دیگه نسبت به جاهای دیگه مثل ابرو و خط چشم نیست. سیگار و قلیون هم رنگمون رو تغییر میده، هم ماندگاریمون رو خیلی میاره پایین. یه چیز دیگه هم که تغییر رنگ میده به جز سیگار و قلیون پرتو یووی، نور خورشید. اگر که مستقیم توی هفته اول بخوره به لبتون، ببین نور خورشید بچه‌ها یووی کلا در طی مدت حالا زندگی ما تاثیر میذاره روی تمام تتوهایی که ما داریم، حالا چه لب باشه چه ابرو باشه تتوی بدن باشه، و در طول زندگی ما این تاثیرا رو داره میذاره. اما 70% الی 80% تاثیری که میذاره همون 1 هفته 10 روز اول کاره، چون توی ناحیه ما بازه هنوز اصلا هنوز خودشو نگرفته و تثبیت نشده. برای همین بیشترین اون تأثیری که میذاره اون 1 هفته 10 روز اوله و بهتره حتی اگر کار لب کردید اون 1 هفته 10 روز اول جایی میرید که آفتاب مستقیم سفر دارید میرید، آفتاب میخواید آفتاب که نگیرید، ولی اگر سفر میرید جایی میرید که آفتاب خیلی تو صورتتونه، یه ماسک خیلی ساده معمولی بزنید اکثرشو، چون حالا ناحیه‌های دیگه باشه من میگم ضد آفتاب بزنید، ولی برای لب بهتر حالت اینه که یا یه ماسک بزنی یا یه کلاه لبه‌دار بذاری که آفتاب یه ذره شدتش حداقل کمتر بشه. دیگه چی منظور؟ لوازم آرایشی. خب لوازم که مشکلاتی داخل دلش تازه شد. یه مراجعه کننده داشته باشن که رژ لب زد.
رژ لب عادی هم نه، از این رژ لبای حالا اصطلاحاً بهش میگن رژ لب مکه‌ای و بر این باور بوده که این مراجعه کننده عزیز ما بر این باور بوده که چون این خودش یه رنگ طبیعی داره، رنگ رژ من رو یعنی رنگ شید من رو خوش رنگ‌تر میکنه و متاسفانه این کارش باعث شد که کلا اون روند در واقع پوستریزی و رنگ پذیری لبش کامل به هم بریزه و اصلا یه رنگ دیگه ای شد. اون به کنار عفونت کرده بود و خب تماما هم مقصر خودش بود، چون تمام وسایلمون خب اسپریل دیگه، همشون یک بار مصرف هستن، چیزی نیست که دوبار مصرف باشه. اینجا ما یه سوزنه که برخورد میکنه یه رنگی که همشون اسپریل یه بار مصرف، ما اصلا عفونت نداریم. هی دنبال دلیل عفونت گشتیم، آخر خانم اعتراف کرد که بله من رژ لب مکه‌ای زدم به جای پماد آی چشمی، تشخیص داده بودن که رژ لب مکه‌ای رو بزنن چون که خودش رنگ داره و چربم هست، خوش رنگ ترش میکنه و متاسفانه اینو من دیدم توی اینستا، اینو من الان که داری میگی دیدم که میگن آقا بیا رژ لب مکه‌ای بزن، یا آقا حالا اون به کنار از این بالم لبا بزن، بالم لبایی که حالا بچه‌ها میزنن یه ذره لب و صورت میکنه خوش رنگ‌تر میشه. بابا نکنید این کارو، به خدا تیوپیا هست بالم لب تیوپیا، خب اونا رو برداشته بود دختره 14-15 ساله سنی هم نداشت، با سرنگ کشیده بود، تزریق کرده بود به لبش که مثلا فیلر بشه، بعد اون بافت کلا از بین میره، یعنی حالا شاید هم نره مثلا، یعنی من بخوام دیگه بدنامه‌شو بگم کل لب خورده میشه، میدونی چقدر باید الان فشار بهش بیاد. بعد حالا چی شده، از کجا دیدی اینو؟ اینستا. بابا من اینستا دیده بودم هم در مثلا اصلا تو اینستا من دیدم آناناسو اینجوری میکوبن باید اینجوری لازم داد، بابا نمیاد بیرون، یه آناناسش دروغه، چه برسه به اینکه خواهش میکنم بسیاری از تنظیم‌های اینستاگرامی میتونن راست باشن ولی اکثرا اشتباهن، خواهش میکنیم انجام ندیم. آره خلاصه که حالا خیلی هم طولانی نشه ویدیومون، اینا چیزها عمده چیزهاییه که باید برای مراقبت‌های بعد از شید لب رعایت بشه. نیرو که گفتم، داغی رو گفتم چیه دقیقاً علتش و حالا اونقدر وسواس نمیخواد به خرج بده که تو اینستا میگن من دیگه لهجه مثلا شد، نه خیلی از اون ور بوم آدم باید بیفته نه از این ور بوم دیگه. این سری چیزا فقط واسه اینکه ویو بگیرن تو اینستا میان میگن آره با نی نخوری کل شید لبت خراب میشه. نه عزیز من، آبا نمیخواد با نی بخوری، با همون لیوان بخوری مشکلی ایجاد نمیشه، فقط با پرتقال چیزای اسیدی و بهتره با نی بخوری. نوشابه هم همینطور، نوشابه رو یادم رفت بگم، نوشابه هم با نی بخوری بهتره. ویدیومون فکر کنم دیگه تموم شد تا ببینیم هفته بعد روشن خانم چه موضوعی رو برام میاره. آره من میخوام برم دوباره یه سری تحقیقاتی انجام بدم، یه سری بگردم ببینم که چه موضوعاتی ترند و وایراله که در مورد اون صحبت کنیم. شما اگر موضوعی رو دیده بودین که براتون یه مقداری حالا سوال داشت که آیا نیاز درسته غلطه یا حالا هر چیزی که هست میتونید به اون پیشنهاد بدین که حتی راجع به اونا هم ما براتون ویدیو درست کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره انجام بدین. دوستتون داریم. خدافظ.